چند دلیل برای اینکه بتلفیلد 6 حتما باید تجربه کنید. اول از همه این بازی نسبت به نسخه قبلی یک پیشرفت خیلی بزرگ داشته و تونسته از 60 نقل نمره 83 رو کسب کنه. این در حالیه که نسخه قبلی بازی یعنی بتلفیلد 2042 فاجعه بود و تونسته بود نمره 68 رو کسب کنه. بازی دوباره دارای بخش داستانیه ولی مثل قدیم خیلی کوتاه هست و توی 4-5 ساعت میتونید کار رو تموم کنید. تخریب پذیری توی این بازی به قدری شاهکاره که میتونه لذت تجربه بازی رو تا چند برابر بیشتر کنه. این بازی فقط و فقط توی 3 روز تونسته 7 میلیون نسخه بفروشه. استقبال از بخش آنلاین بازی به قدری بالا بوده که روز اول عرضه بازی خیلی‌ها به خاطر شلوغی سرور نتونستن اون رو تجربه کنن. اگه آنلاین بازی یه خبر خوبم واسط دارم. اونم اینه که EA امسال دست چیترها رو از بازی کوتاه کرده و شما میتونید به بهترین شکل ممکن بخش آنلاین رو تجربه کنید. با وجود همه اینا یه سری ایرادات به بخش داستانی بازی وارده و حسابی ازش انتقاد شده، اما اگه آنلاین بازی 100% این بازی ارزش تجربه کردن رو داره.